يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. سلام، افرا هستم با یک ویدیوی دیگر در مورد رعد و برق و تشبیه آن به منافقین در خدمتتون هستم. رعد و برق بر اثر برخورد ابرها با بارهای متفاوت مثبت و منفی و تولید جریان الکتریکی شدیدی به وجود می آید. در رعد و برق اسرار و فواید زیادی وجود دارد که راهنمودی در راه خداشناسی است. یکی از فواید رعد و برق آبیاری است. رعد و برق حرارت زیادی تولید می کند که با سوزاندن هوای اطراف فشار هوا کم می شود و گیاهان با باران تندی آبیاری می شوند. فایده دیگر کوددهی است. قطرات باران در حرارت شدید رعد و برق حالت اسید کربنی پیدا می کنند که در ترکیب با هوا یک نوع کود مؤثر گیاهی می سازند و گیاهان از آن تغذیه می کنند. محققان گفتند این کود طبیعی از برق آسمانی در یک سال به 10 میلیون تن می رسد. فایده دیگر میکروب کشی است. با حرارت زیاد رعد و برق قطرات باران با اکسیژن زیادی ترکیب می شود و آب سنگین یعنی آب اکسیژنه تولید می شود. آب اکسیژنه خاصیت میکروب کشی دارد و تخم آفات و بیماری های گیاهان را از بین می برد. به علاوه مصارف طبی برای شستشوی زخم‌ها را هم دارد. یکی دیگر از فواید رعد و برق پاکسازی جو است. صاعقه با ایجاد اکسید نیتریک و هیدروکسید جو زمین را پاکیزه می کند. رعد و برق می تواند گازهای گلخانه‌ای، متان و مونوکسید کربن را از اتمسفر خارج کند. فایده دیگر رعد و برق بهبود لایه اوزون است. رعد و برق با تخلیه بار الکتریکی در ابرها باعث یونیزه شدن هوا و تشکیل و بهبود لایه اوزون می شود. و اما ضرب المثل‌ها برای تبدیل معقولات به محسوسات ساخته می شوند و خداوند برای آسان شدن درک مطالب برای انسان آنها را در قرآن بیان فرموده. حال باید دید که ربط رعد و برق به منافقین چیست. منافق در آیه 19 و 20 سوره بقره به شخصی که در تاریکی و رعد و برق در باران تند و صاعقه گرفتار شده است تشبیه شده. آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان می‌گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند. وقتی که صاعقه میزند از نورش بهره میگیرند و کمی راه میروند. در واقع این منافقین در روشنی دعوت توحید اندکی پیش میروند و اظهار ایمان میکنند، اما وقتی مشکلی پیش بیاید به دلیل کفر درونی خود سرگردان میشوند و باز میمانند و از وحشت سرگردانی انگشتان خود را در گوش فرو میکنند و در تاریکی های صحرا سرگردان میشوند. آیه 20 سوره بقره به ادامه شرح حال منافق که در اسلام به دنبال مواهب آن است میپردازد که عاقبت اونها سرگردانی است و به بنبست میرسند. ادامه مطلب رو از زبان حجت الاسلام قرائتی میشنوید. در آیه قبل بحث این بود که منافق تشبیه شده به کسی که در باران، در شب تار تند باران رعد و برق گیر کرده. این آیه ادامه اونه، میگه یکاد البرق، نزدیک است که برق یخطف ابصارهم، نور چشمشونو برو باید. یعنی چنان رعد و برقه که برق ممکنه چشمشون از بین ببره. کلما اضاء لهم، هرگاه اون برق آسمونی در اون صحرای تاریک و شب بارونی تا برق میبینن، یه خود روشنایی میبینن، راه میافتن مشوفی در همون بیابون از اون برقی که از رعد و برقه منطقه رو میبینن حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم، همین که برق رفت تاریکی فرا گرفت وامیسته، همین که میگن نرا پس داره نرا پیش، برق آسمان منطقه رو روشن میکنه میرن، برق تموم میشه میمونن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواهد شنوایی و بینایی اونها رو از بین میبره. خدا بر هر چیزی قادر است. باز این سیمای منافق رو نشون میده که منافق در عقیده و عمل، در برخورد و گفتار، عکس العمل هایی که از خودش نشون میده چه جوری هست. چون منافق در باطن ایمان نداره ولی خودشو مصلح و عاقل میپنداره، با هم فکرانش خلوت میکنه، خلو علی شیاطین. به اونها میگه آمنا، با شما ایمان داریم، به اونها میگن انا معکم، ما با شما هستیم. تو جبهه یا شرکت نمیکنن یا اگر شرکت کنن
ایجاد وحشت میکنن، شایعه پراکنی میکنن، منتظر فرصتن. اگر مسلمان ها پیروز شدن میگن ما با شما هستیم، اگر شکست خوردن میگن آیا به شما نگفتیم جبهه نروید، دشمن خطرناکه، شما حریفشون نیستید. معنای منافق هم که در جلسات قبل گفتیم ظاهرش با باطنش فرق میکنه. در مقابل صدیق گاهی وقتا زبون یه چیزی میگه، عمل چیز دیگه. وقت این چهره‌های نفاق تو حوادث لو میره. گاهی آدم تو بیداری دست از پا خطا نمیکنه، امتحان آدمو لو میده، عصبانیت آدمو لو میده، شهوت آدمو لو میده، پول دنیا آدمو لو میده، عزلها نصبها آدمو لو میده. چیزهایی که مشت آدمو باز میکنه آمدنها و رفتنها، عزلها و نصبها، رأی اعتماد روز استیضاح، دنیا بیاد یا دنیا بره. یعنی انسان اگر واقع بین باشه و به خود دستش و دست خدا بگذاره، این با موج دیگه حرکت نمیکنه. امیدوارم از ویدیوی این دفعه لذت برده باشید و با لایک و کامنت های مثبتتون از ما حمایت کنید و منتظر ویدیوی بعدی ما باشید.